بسیار دوست دارم تاجیکستان. خب بسیار دوستان افغانی ما میگوییم که کاش روزی میرسید که زندگی ما چون در تاجیکستان میبود. راست میگم. ما هم آرزو داریم مثل مملکت شما یک مملکت موفق، یک مملکت آباد، یک مملکت پر از خوشی‌ها، دور از غم‌ها. ما هم آرزو داریم. خب بیشتر در تاجیکستان چی چیز پسند شما بود؟ در تاجیکستان از الف تا یا همه چیز پسند است. خب اینجا دوستان هم داره؟ البته دوستان زیاد است. یعنی سرایندگان و آموزخانان نیز دوستان هستن؟ بله، همشان سرایندگان تاجیکستان همشان دوست دارم و دوستان هستن. شما همکاری هم دارید با آموزخانان تاجیکستان؟ انشاءالله دائم بخواهم. دفعه آینده. بله، آینده. خب شما چند روز در تاجیکستان خواهید بود؟ دقیق نمیفهمم که چند روزه خواهم بود. امکان دارد 3 روز دیگر. ستا ما میخوام چند حرف درباره خودتون بگویید. بله، درباره شما که مردم تاجیک دانند، چون که یک آموزخوان خیلی شناخته هستید، آموزخوان خیلی دوست داشته مردم تاجیک هستید و میخوام معلومات بیشتری درباره‌تون داشته باشم. صرف میخوایم بگوییم که برای شناسید سیتای قاسمی هستم، هنرمند افغانستان و مردم تاجیکستان بسیار زیاد دوست دارم، مردم هنرپرور تاجیکستان دوست دارم و امیدوار هستم که همیشه همین رقم که میخندین و میرقصین و دلهایتان از شادی پر از شادی همیشه باشد. چطور شده که شما آوازخوانی رو پیشه کردید؟ آوازخوانی شوق من است، آوازخوانی عشق من است. پس عشق به خداوند، عشق به فامیل، عشق به وطن، عشق به آوازخوانی. از چند سالگی شما آوازخوانی رو؟ از 20 سالگی. خب حافظی دوست داشته شما کی است؟ آوازخوانی دوست داشته شما کی است؟ دوست داشتنی من تمام هنرمندان را دوست دارم و از احمد ظاهری. از احمد ظاهری. شما چند سال است که در جرمنی هستید؟ جرمنی من تقریبا 18 سال میشه که من جرمنی هستم. 18 سال. در اون چی پیشه دارید؟ در جرمنی هیچ پیشه ندارم. بخاطر وقتی که من هنر انتخاب کردم نمیتونستم که پیشه دیگر انتخاب کنم. یا انسان به هنر خود بتونه رسیدگی کنه یا به کار دیگر. پس من هنر خود بیشتر ترجیح میدم از کار دیگر. شما به بیشتر از کدام شاعرها شعر بخونید؟ از شاعرای بسیار موفق کشور ما دکتر سید سمی آمد، ناصر جان نادر، استاد جاوید فرهاد، استاد منتخب شاه احمد و شاعرای دیگر. هر حافظ یک سرودی دارد، یک شعری دارد که بیشتر پسند اوست. کدام شعر بیشتر پسند شماست؟ و میخوام که همین شعری دوست داشتن را سرایی بخونید. تمام اشعار تمام شاعرای بسیار عزیز ما را دوست دارم، اما یک شعر است که راجع به زن سروده شده که خودمون رسوندیم که میگن آینه قدنمای خورشید منم، گهواره مخملی امید منم، گیسوی من از پرچم آزادی، در کوچه شب صدای ناهید منم، باز کن درک منم، هم نفسم هم بکنم، من زنم، مشت و دیوار سیاهی میزنم. این دیوار سیاهی کدام است؟ دیوار سیاهی تمام بدبختی هایی که در افغانستان است. البته شما پس این تاریکی روشنی رو میبینید؟ بله، چرا امیدوار هستیم. انسان به امید زنده است. شیطان